برای سالهای زیادی آمریکا به دزدان دریایی خراج میداد، اما با رئیس جمهور شدن جفرسون دیگه اجازه این کار رو به اونها نداد. اما در ادامه پاشای تریپولی در برابر آمریکا اعلام جنگ کرد. رئیس جمهور جفرسون ناوهای خودش رو به سواحل شمال آفریقا اعزام کرد تا دزدان دریایی رو نابود کنه. سلام به چنل بردیمدی، خوش اومدین. امروز با بازی شورز اف تریپولی در کنار شما هستیم. تو این بازی هر کدوم از بازیکنی که ساید آمریکا رو برمی‌داره و بازیکنی که ساید دزدان دریایی رو برمی‌داره، هر بازیکن 6 کارت میکشه از دک اصلی خودش و بازی رو شروع میکنه. به غیر از اون 6 کارتی که توی دست هر بازیکن داره، 3 کارت که با این علامت گذاری شدن جلوی هر بازیکن قرار میگیره و این کارت ها جزء اون دست کارت اصلی بازیکن نیست که 6 تا توی دست داره و هر دست که جلو میره 6 کارت جدید میکشه و اندازه دست هر بازیکن هم 8 کارته که اگر بیشتر از این تعداد بشه باید اون کارت رو بسوزونه و بنزه 8 کارت توی دستش نگه داره، ولی این 3 کارت جزء اون 8 کارت حساب نمیشه و بازیکن هر موقع که بخواد میتونه این کارت رو به عنوان رویداد استفاده کنه و به جای یکی از اون کارت دستش که 6 تا است، به جای اینکه اونا رو بازی کنه میتونه یکی از این کارت ها رو به عنوان رویداد استفاده کنه. هدف هر بازیکن توی بازی فرق داره. برای این مثال بازیکنی که ساید آمریکا رو برمی‌داره هدفش اینه که تمام دزدان دریایی رو نابود کنه و این منطقه از تراپلس یا تریپولی رو به دست بیاره. بازیکن دزد دریایی هم چند هدف داره برای به دست آوردن این طلاها که 12 تا توی بازی داریم و غرق کردن 4 تا کشتی آمریکایی که همه رو کامل توضیح میدم. برای ستاپ بازی 3 ناوگان یا ناوچه آمریکایی رو اینجا قرار میدیم و 2 تا قایق از تریپولی. توی خود تراپلس 4 تا قایق تریپولی و 4 ارتش قرار میدیم. ارتش ها با کیوب نشون داده میشن و قایق های تریپولی به این شکل و ناوهای تریپولی هم توی رزرو بازیکن قرار میگیره. این 2 قسمت رزرو هر بازیکنه که ارتش ها و متحدانش رو اینجا قرار میده. 2 تا ناو سوئدی هم داریم که تو یکی از کارت ها اشاره میکنه که چجوری به داخل بازی میان. رزرو آمریکا هم روی هر سال یه قایق قرار میدیم، روی سال 1802 1803 و 1804 که وقتی که حرکت میکنه و راند بازی به جلو حرکت میکنه این کشتی برای بازیکن آمریکایی آزاد میشه و اینجا توی جیبرالتار قرار میگیره. از کیوب ها و ارتش آمریکا هم 4 تا قرار داره که بیشتر از این تعداد نیست و یه سری از کارت ها بهشون اجازه میدن که از این قسمت مپ حرکت کنن و به جلو حرکت کنن و بتونن که تریپولی تراپلیس رو بگیرن و پیروز بازی بشن. پیروزی برای هر بازیکن متفاوته. برای بازیکن آمریکایی 2 شرایط وجود داره. یکی این که بتونه کامل بندر تریپولی رو تحت تصرف خودش قرار بده، یا با نبرد زمینی یا با نبرد دریایی، و یا بازی کردن این کارت که پیمان صلح و دوستیه که یه سری شرایط داره که وقتی همه این شرایط انجام بشه، یعنی به ترتیب پاییز 1805 یا به بعد از اون باشه، این شهرها همه در صلح باشن که اینا، و بعد از انجام همه اینا بازی بلافاصله با پیروزی آمریکا به پایان میرسه. بازیکن آمریکایی باید بعد از بازی کردن این کارت تمام این شرایط رو انجام داده باشه و بتونه پیروز این بازی بشه. ولی شرایط برای دزددریایی ها فرق داره. چند راه دارن برای پیروزی. یکی اول از همه که بتونن 4 تا از ناوچه های آمریکایی رو غرق کنن، یعنی بعد از اینکه توی نبرد این قایق ها کشته میشن و با 2 ضربه به بیرون از بازی میرن که بعداً توضیح میدم نبردها چجوری انجام میشه، بازیکن دزددری میاد این ناو رو کنار خودش قرار میده و بعد از اینکه 4 ناو رو غرق کنه برنده بازی میشه. یکی از راه‌های دیگه‌ای که دزددری میتونن پیروز این بازی باشن گرفتن این طلاها و حمله کردن به دریاهای آزاد و کشتی دیگه است برای دزدیدن این طلاها. وقتی که دزددری تمام این طلاها، یعنی 12 طلا رو برای خودش به دست بیاره و
کنار خودش قرار بده برنده بازی میشه. حالا روند بازی به این شکله که هر بازیکن تو اول دست 6 تا کارت از دست کارت خودش میکشه و از این 6 تا کارت باید انتخاب کنه که اونا رو به عنوان یه رویداد استفاده کنه و این نوشته‌ای که اینجا هست رو انجام بده و یا یه کارت رو بسوزونه به پشت و اکشن بازیکن خودش انجام بده. یعنی هر بازیکن فرق داره اکشنش. آمریکا و دزدان دریایی هر کدوم اکشن متفاوتی دارن که الان همه رو توضیح میدم. یه سری از کارت ها با این نماد برای بازی سولو استفاده میشه. یه سری کارت ها با این نماد برای نبرد هست و باید توی نبرد بازی بشه و کارت هایی که هیچ نمادی نداره به عنوان رویداد میتونه بازی بشه. و یه سری از کارت ها هست که وقتی بعد از اون یعنی توی رویداد یا توی نبرد بازی میشن کلا از بازی حذف میشن و دیگه به دست شما بر نمیگرد. خب بازیکنی که در نقش دزدان دریایی داره بازی میکنه وقتی که کارت رو به عنوان رویداد بازی میکنه و این کارت از بازی حذف میشه متن اون رو انجام میده. برای مثال این کارت گفته که 2 کشتی دزدان دریایی تراپس را در بندر تریپولی قرار دارید. ما میایم 2 تا کشتی دزدان دریایی رو میذاریم توی بندر تریپولی و بعد نوبت بازیکن بعدی میشه که مثلا بازیکنی که نقش آمریکا رو دارن یه کارت بازی میکنه، حالا یا رویداد یا به پشت. بعد از این فصل عوض میشه و میریم نوبت بعدی و دوباره هر بازیکن یک کارت بازی میکنه و دوباره فصل عوض میشه. روند بازی به همین شکل انجام میشه و بعد سال بعدی بازی انجام میشه. کار دیگه‌ای که بازیکنی که در نقش دزدان دریایی داره بازی میکنه یک کارتی رو مثلا نمیخواد یا میخواد بعداً ازش استفاده کنه به پشت بازی میکنه و یکی از این کارها رو انجام میده. یکی از اون کارها ساختن کشتی دزدان دریایی توی تریپولیه که از رزرو خودش برمی‌داره و توی بندر تریپولی میسازه. اکشنی که بازیکنی که نقش آمریکا رو داره میتونه و انجام بده و شبیه بازیکن دزد دریایی که یه کشتی اینجا ساخت یه کارت به پشت بازی میکنه و یه کشتی توی مالتا میسازه. یه کار دیگه که بازیکن نقش آمریکا میتونه انجام بده که باز هم با سوزوندن کارت هست که به پشت میسوزونه و بعدا به دستش برمیگرده میتونه 1 یا 2 ناوچه حرکت بده. حرکت کردن ناوچه به این شکلی که 2 تا از گیبرالتار برمیدارن و میتونه بیاره توی این مناطقی که برای گشت زنی کشتی هست قرار بده یا توی یه بندر قرار بده. حالا توی بندری قرار بده که دشمن اونجا باشه نبرد انجام میشه که همه رو کامل براتون توضیح میدم. برای مثال بازیکن نقش آمریکا بعد از اینکه اون کارت رو سوزونده و 2 تا از ناوهاش رو تکون داده میتونه یکی از ناوهاش اینجا قرار بده و یکی از ناوها رو بیاره توی این بندر که نبرد یه بمبارون حساب میشه که بازیکن آمریکایی میتونه از تاسه خودش استفاده کنه که نبردها با تاسه انجام میشه. هر ناوچه آمریکایی و هر ناوچه‌ای 2 تاس برای هر کدوم از اونها برای نبرد ریخته میشه و کشتی های کوچیکتر که کشتی دزدان دریایی کشتی های توپچی آمریکایی هستن 1 تاس میریزن. برای مثال تو این شرایط که یک نبردی هست که بمبارون هست و فقط بازیکن آمریکایی تاس میریزه من 2 تاس به ازای هر ناوچه میریزم و تنها عددی که ضربه میزنه به دشمن عدد 6 هست که اگر من مثلا این تاس رو آورده بودم با 1 ضربه یکی از ارتش‌های دزدان دریایی رو نابود میشد و به رزرو بازیکن برمیگشت. برای مثال یکی از کشتی‌های متحدین دزدان دریایی توسط یکی از کارت‌های دزدان دریایی که توی دکشون هست توی این بندر قرار گرفته از قبل و من به جای اینکه بیام سراغ این بندر و بمبارون کنم میام توی این بندر و نبرد دریایی انجام میدم. نبرد دریایی به چه شکل؟ بازیکن‌ها هر کدوم به رنگ خودشون و به ازای هر کشتی که دارن ناوچه 2 تاس و کشتی 1 تاس میریزن. برای مثال بازیکن در نقش آمریکا 2 تاسشون میریزه که هیچ کدوم هیت نشد و بازیکن دزد دریایی هم تاس خودش رو میریزه و باز هم الان توی این شرایط هیچ
هیتی انجام نمیشه و به صورت مساوی کشتی به مالتا برمیگرده، یعنی بعد هر نبرد این کشتی به مالتا برمیگرده، کشتی های آمریکایی. توی یه شرایط دیگه، برای مثال این شرایط بازیکن نقش دزددریایی میتونه 2 تاس به خاطر این 2 کشتی و بازیکن آمریکایی میتونه 4 تاس بریزه. بعد از ریختن تاس و اون اعدادی که نشون میده که هیت شده و اون ضربه رو زده، بازیکنی که دریافت کرده اون ضربه رو تصمیم میگیره که چجوری اون ضربه رو تقسیم کنه. برای مثال اگه من 2 تا ضربه میتونستم به این بازیکن بزنم، 2 کشتیش حذف میشد. و یا برای مثال اگر بازیکنی که نقش دزددریایی رو داره میتونست با 2 تا ضربه به من ضربه بزنه و توی نبرد من تصمیم میگیرم که چجوری این کشتی ها رو ضربهشون رو حل کنم. الان توی این شرایط من میتونستم یکی از ناوچه هام رو غرق کنم، یعنی به دست بازیکن دزددریایی میرسه، اما ناوچه ها با 2 ضربه از بازی حذف میشن، برخلاف کشتی های کوچیکتر که با 1 ضربه از بازی حذف میشن و میرن بیرون. ناوچه ها با 2 ضربه باید حذف بشن. توی این شرایط من میتونم تصمیم بگیرم که یکی از ناوچه ها بین بره یا اینکه هر کدوم 1 ضربه بخورن. ناوچه ها بعد از 1 ضربه میرن توی ترک سال و روی سال بعدی قرار میگیرن. یعنی ما اگه اینجا این سال باشیم میاد سال بعد، اگر اینجا باشیم این کشتی میاد روی سال بعد قرار میگیره و در اصل تعمیر میشه و میتونه سال بعد دوباره برگرده. یا حتی اگه تو این شرایط باشه، من هر موقعی که یه نبرد میخوام انجام بدم، یا زمینی یا نبرد دریایی، میتونه کشتی هایی که توی مالتا هستن رو هم خبر کنم و اونها رو هم به جنگ اضافه کنم. باز هم توی این شرایط که 2 تا ضربه دارم، من میتونم تصمیم بگیرم که ضربه رو به این کشتی بزنم و حذف کنم و 1 ضربه هم به این ناوچه بزنم و بره سال بعدی قرار بگیره. اکشن دیگه ای که بازیکن دزددریایی میتونه انجام بده، میتونه یکی از کارتاشو بسوزونه و به جای ساخت کشتی در بندر تریپولی میتونه به نبرد دزددریایی بره و برای به دست آوردن این طلاها به دریاهای آزاد بره. حالا چجوری میتونه این کار انجام بده؟ میتونه انتخاب کنه که چند کشتی از تریپولی رو انتخاب کنه و به تعداد اون رو تاس بریزه. یعنی این کشتی ها در اصل به صورت نمادین دارن میرن به دریاهای آزاد که اون کار دزددریایی انجام بدن و این طلاها رو به دست بیارن. حالا اگر قبل اینکه این اکشن رو انجام بده بازیکن دزددریایی که بخواد کشتیاشو به دریای آزاد ببره و طلا به دست بیاره، بازیکن آمریکایی اگر که ناوچه‌ای توی قسمت گشت اون جزیره داشته باشه، میتونه دخالت کنه و شروع کنه زدن این کشتی ها و باز هم هر ناوچه آمریکایی به ازای هر ناوچه آمریکایی 2 تاس ریخته میشه و میتونه قبل از اینکه این کشتی حرکت کنه و برن که طلا به دست بیارن، اونها رو بزنه توی راه. و باز هم هیت ها رو مشخص میکنه که بازیکن دزددریایی کدوم کشتی ها رو بین ببره که الان توی این شرایط این ناوهاش نیستن توی بازی و مجبوره که اینا رو به بیرون بازی ببره. حالا 2 تا از کشتی های تریپولی مونده توی بازی. این قسمت و فقط برای دزددری برای به دست آوردن طلا 5 و 6 ضربه محسوب میشه و به ازای هر کدوم از این 2 عدد میتونه طلا به دست بیاره که حالا تو این شرایط هیچی، ولی توی 5 و 6 یا 5 و 6 طلا به دست میاره و جلوی خودش قرار میده. توی این اکشنی که دزددریایی میزنه، میتونه یکی از این کارت های نبرد رو انتخاب کنه و وقتی که درگیر میشه با بازیکن آمریکایی، یعنی داره میره که این طلا رو به دست بیاره، میتونه یکی از اینا رو استفاده کنه، ولی باید به اون شرایط بخوره، یعنی به اون نوشته‌ای که روی چیز هست مربوط باشه. وقتی هم که 2 تا بازیکن توی نبرد دریایی برای مثال اینجوری قرار گرفتن، هر 2 بازیکن میتونن یه کارت نبرد بازی کنن. برای مثال بازیکن در نقش آمریکا میتونه این کارت رو بازی کنه
و اکشنش رو توی اون نبرد انجام بده و بازیکن دزددریایی هم میتونه یک کارت بازی کنه. تنها بندری از بازی هم که صلح قرار داره و اونجا نمیتونه نبردی انجام بشه توی جیبرالتار هست که اونجا نمیتونه، یعنی با قرار دادن کشتی‌های بازیکن مختلف دو بازیکن نمیتونن اونجا نبرد انجام بدن. اگر بازی به صورت مساوی انجام بشه و این سالها بگذره و سال آخر هم تموم شه، بازی به صورت مساوی تموم شه و هیچ کدوم از بازیکن‌ها برنده بازی نمیشه. اگر براتون سوال شد که این قطعا به چه دردی میخورن، این متحدان عربی هستن که برای آمریکا طی شرایط خاص از اینجا شروع میکنن و به جلو حرکت میکنن و میتونن به صورت زمینی تریپولی رو بگیرن و هر کدوم کارت مخصوص به خودش رو داره، یعنی باید به صورت پشت سر هم بازی بشه تا بتونن اون نبرد زمینی رو برنده بشن. بازیکن دزددریایی و متحدانش هم طی شرایط خاصی میتونن از این بندرها برن و طلا به دست بیارن که باز هم به اون کارتتون بستگی داره و اون رویدادی که بازی میکنید. یک کارت مخصوص ناوهای سوئدی هم داریم که به کمک آمریکا میان و تو این قسمت گشت قرار میگیرن که بتونن با بمبارون کشتی دزدان دریایی جلوی اونها رو بگیرن و تاس زرد هم برای این قسمت اضافه میشه. هر موقع هم تعداد مثلا ناوچه‌ها زیاد بود، تعداد ناوها زیاد بود و مثلا این تعداد کم بود، میتونیم از این تاس‌ها به عنوان تاس کمکی استفاده کنیم و به اونها اضافه کنیم و همه تاس‌ها رو با هم دیگه بریزیم و اون نتیجهش رو ببینیم. یکی از کارت ها که نبرد تریپولی هم نام داره، نبرد ترابلیس، که ارتش آمریکا رو به داخل بندر تریپولی میاره و هر تعداد کشتی هم که داخل اون باشه نبرد کامل و تا پای مرگ انجام میشه. یعنی انقدر بازیکن‌ها تاس میریزن که مشخص شه که کدوم بازیکن برنده بازی میشه و بازیکنی که تو اون نبرد بازنده باشه بازنده بازی و کسی که تو اون نبرد برنده بشه برنده بازی اعلام میشه. اگر هم بازیکن دزددریایی موفق شه که تمام این 12 طلا رو به دست بیاره و بازیکن آمریکایی نتونه جلوش رو بگیره، اون بازیکن برنده بازی میشه. یک نکته هم برای این ناوچه‌های بازیکن دزددریایی که اگه توی یه نبردی یا در حال رفتن برای به دست آوردن طلا باشن از بین برن و ضربه بخورن، با یک ضربه مثل ناوچه آمریکایی میرن سال بعد قرار میگیرن و دوباره در دسترس خواهند. ولی اگه با 2 ضربه نابود بشن به بیرون بازی میرن.